دوستان هر روز شما در نوار میدیدید اکر قربانجان که اول شد پیش ارتویش برادر عزیز من جون گیرم همین روز بندگی را بجا آورد خیلی خدمت های کردید ما رو مثال حق شما دعا گویم راضی شوید خدمت ها را خداوند خیرات رو قبول گرداند در حق همین معید دعا را فراموش نکنید اکر اینجا افسوس که مادرشون بیمار بودن در بیمارخانه جراحی در آمده استند مرا التماس کردن که نوار گیرید پاک کن انشاءالله دعا کنید در حقش خداوند نگهبانتان و یک بار دیگر رحمت تشکر زیاد برای آدماتون. سلام و درود بر کل تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن بر کل نفرانی که این لحظه برنامه نوبتی ما را تماشا کردین. دوستان عزیز امروز برادر عزیز ما برادر جان و جگر ما قربان جان این دنیا را پدرود. دوستان عزیز از همه شما احترام خواهش میکنم که قربان جانی که از زندگی حتی روی پدر و مادر را دیدگی نبود، حتی آرزو داشت که صاحب زن فرزند شود، با این آرزوش هم رسید. آرزو داشت که خوشبختترین زندگی را همراه برادرانش بینه، همین هم نصیب نشد. دوستان عزیز از همه شما احترام خواهش میکنم به برادری که غرامرش که در جوانی در سیل یوشش که خشی و خرسندی این برادر در پیش بود، همه چیز میسرش نشد. از همه شما احترام خواهش میکنم در حق برادرمون دعاگو باشین. ما چی کوشش را کردیم تا هندوستان آوردیم، از اون جا گردوندیم آوردیم، همه اولاد همه انتظار بودن که دادر عزیز ما برادر جان و جگر ما از انام بستر مرگ میخیزه و خرسندیش هم میبینه. متاسفانه با الله مهربان در کار بود و امروز خبر برادران عزیز برادر کلانیش بر ما رساند که همه برادر دنیا را پدرود بود. از اون سببی که ما در بیمارخانه مدگردو بودیم نتونستیم رفته. فقط چی گفتن دوستان عزیز که در حقش دعا میکنیم بهترین چیز میه و حتما ما انشالله با یک روز بعد دیداربینی اهل و عائلش میریم و همین سخن برادرش برادر کلانیش بر من فرستاد که همین را بر انم مردم بخوام که مردم درد دل ما را بفهمه. از نام برادرانش سفرت مبارک برادر شهبچم، شهبچه به مادر، شهبچه به پدر. از خدا امید داریم که توی در جنت ادامه مییابد. برادر جان شهیدم سفرت با آخرت بخیر باشد. ما کوشش کردیم که ترا در نزد خودمون بگیریم، نه که خداوند در کار بوده گرفته کرد. دادر جان و جگرم خداوند جو تا جنت کند توی تا در جنت بینیم. از نام برادرانش سفرت مبارک برادرم انشالله تو در جنت توی میکنی به همه ارزویت میرسی. از دنیای ابد دادرم تویت مبارک تویت مبارک. آرزو داشت که روز خوشبختترین شبینه، روزی که امید با پدر و مادر بود ندیده بود، برادر کلانش خواست که انم وصیت پدر و مادر در فرزند کنجکی در دادر عزیزش بکنه که میسر نشید. خداوند در کار بوده میگه درجه که با پیش پدر و مادرم رفتی، میگه پدر و مادرم سلام بگو، میگه انشالله میگم ما میخوایم که ترا در جنت ببینیم. دوستان عزیز همه کسا دعا کنه که دادر عزیز جان و جگر در جنت ببینیم. با این اویلا با این اولاد با این قوم گفتنیم که خداوند صبر جمیل به هر یک شما بده. امروز یکی مرگ داره، یکی خرسندی داره، یکی غم داره، یکی درد. دوستان عزیز بگذار که هر یک از غم داره در روز غم شریک باشیم، خرسندی باشه در روز خرسندی. از همه شما احترامانه خواهش میکنم دوستان عزیز که به طرف نباشین در همین کاری ما. شاید بسیاریا بگن که برای چی این بندگی کرد، در تقدیر نصیبش همه چیز بوده. برادران عزیز خداوند مهربان در کار ده وقت بوچیده گرفت، یگان چی دیگر پیش راه اینها شده نمیتواند. جنازه همین روز شد، جنازه گذشت. فقط در حقش دعا کنه که اولین روز برادر عزیز ما در زیر خاک در زیر لحد خودش تو خیر انشالله که دعای ما با برادر بسیار راه خوبی میکنه. برادر 5 وقته بود. خداوند نگهبان هر یک ما و شما. یک بار دیگه با برادران با اپا و خواهران همه برادر عزیز ما قربان جان صبر جمیل خونیم. کسانی که در کدام سایت هایی که نوار همین را میبینین احترامانه خواهش کنه که نوارش تمام قطع کنه. خداوند نگهبان هر یک شما. خیر دوستان عزیز.